باور کنید دختری ما روسی را نمیدونست. دختری ما تماما روسی را نمیدونست. خدا بزنه منه. وای چیز سری دلش میشد میومد گپ میزد خونه ده. اینا میگو که نمیدونم که همه چی خیل شد که همین دستی و 4 نفر ده خورد. آدما اینا می دختری ما ترسانچک بود. اینا می دودرجون می ترسید. برای چی که اینا کشتورا را میدید. اینا یک خیلی معلوم بود که همه جده کشتور بود. کشتورا را میدید می ترسید. وای من می داشت ده وای من داشت بود. می گفت که من می ترسم و چه مثالی گپ. آخی چی خیلی من باوری میتیه که به همین 4 کس خسته میره. خیال میکنم که 4 کس مجبوری و یک قپیده بردگیان. این هم خیلی فکرها دست سری میاد. لیکن اون خیلی گپ است که این 4 کس نه هست، هم یک کس این کار کردگی است و یک کس دست دارد. شما چی فکر داره؟ نه همین 4 کس در کامیره برومدگی های همین 4 نفر گناهگار های. من ای بهرش نمیگذارم. این همین 4 نفر جواب چه مرده میتیم. من ای بهرش نمیگذارم. چه خیلی دختری من کشته جگری من سوزش داره. این همین جگری مادری و هم سوزش کنه. فهمیده؟ من ای بهری او بچه نمیگذارم. من پیستالت میداشتم که من خودم میپروندم. دیروز هم شما گفتن که همین 4 کس دست دارد یا یک کس گفتن دیروز در همین تفتیشات درباره این گپ زدن به شما؟ من میگم شما که 4 کس گناهگار چی ده 4 کس نقپیدید نآوردید. میگه که این 4 کس آمده است و خونش برفته است. من گفتم این دروغه، این مافیا رفته است بین شما. گفتم فهمیده؟ گفتم این دروغه. همون 4 کس چی خیلی باید در آورده در کامیرا در اومده در 4 کس در اومدن در کامیرا در بوده و این روز باید در خونش میرفته. چی خیلی در دوری کامیرا باید خونش میرفت او راه دم فرومده رفتن میگرفت. فهمیده؟ گفتم این دروغه. گفتم این چی کار کردگی دختر من توقع کردگی نیست. باید همین 4 کس گناهگاره 4 کس بیار. گفتم محکم کن. انا نزدی من در جواب تیا. گفتم او 4 کس چی خیلی دختری من دید انا مو 4 کس جواب میتیا. گفتم من گفتم لیش نما باشم. گفتم من 25 ساله. گفتم حکمی پران میتیم هم مستقیره را. من حکمی پران میتیم. ای بهرش نمیگذارم. گفتم دختری من ای شوهرش برامدگی خیلی نمیخواست به همه آدمی مرد خیلی میگم میزد رنگ اکا و دودری خودش گپ میزد. قطعی یکم شناسی خودش گپ میزد. نه که با واسطه این مردک این خیلی با خو خزگوی گپ نمیزد. نمیخواست. همه وجودش مردک نمیخواست. انم خیلی بود. من روی راست میگم انم خیلی نمیخواست.